پاشا چرا او یک نامه را نخواندی ها؟ اقا مهم نیست سرورم. چرا؟ سرورم یک دیوانه ادعا کرده که شما قرضدار او هستین. او را به قصر خواستم و یک مقدار پیسه برش دادم، اما قصر را ترک نمیکنه. او آدم مال کجاست؟ در قصر است سرورم. پیش ما بخواهیش. امرتان به جای میشه. همیالی او مرد به اینجا رهنمایی کنین. بگو فرزندم از ما چی میخوای؟ سرورم شما از ما قرضدار هستین. تو به خدایا. ما چی وقت از تو قرض گرفتیم فرزندی؟ سرورم ما به تجارت مشغول بودم اما ورشکست شدم. بسیار قرضدار شده بودم. سرورم هر شب به درگاه الله دعا میکردم. فرزندم اقاشی روی نکو، اصل منظورت به سلطان بگو. اما قسمی که گفتم هر شب به درگاه الله دعا میکردم. یک شب در خوابم پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدم که صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم به ما گفت که به امید ما بگو. او هر شب با صلوات و درود از ما یاد میکرد اما دیشب ما را فراموش کرد. گفت نزد امید ما برو و حاجتت از او بخواه. چی فرمود دوباره بگو. پیش امید ما بگی فرزنده. میشه دوباره بگی چی فرمود؟ پیش امید ما بگی فرزنده. یک بار دگان بگو چی فرمود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود پیش امید ما برو. بگی. یک بار دگان بگو چی فرمود؟ گفت پیش امید ما بگی فرزنده. فرزندم اما قبرت کافی نیست. کافی است پاشا. با این پول میتونم قرض ما بپردازم. سلامت باشی فرزنده. سرورم نزدیک بود تمام سرمایه‌تان برش بتین. تو چی میگی پاشا؟ قسم به الله بزرگ اگه تمام ثروت و سلطنت ما میخواست برش میدادم. پاشا دیشب مصرف کار شدم. دو پالی میز کار مرا خواب برد. یادم رفت که درود بفرستم. امیدوار هستم که الله به خاطر این غفلت مرا ببخشه.